با یک جوان صمیمیت و اخلاصمندی بپایان برنامه خود را آغاز میکنند. واقعا هم در برابر سپاه و گشتن کشور یک قطار بخش‌ها رشد یافتند، از جمله بخش فرهنگ نیست. هنرمندان توانستند در این سالها رشد یابند و هنر خود را صیقل دهند. البته امروزها مردم شریف تاجیکستان با دل سرشار و پر از مهر و محبت از دستاوردهای استقلالیت، از دستاوردهای وحدت ملی حرف میزنند و میبولند و اینک در برنامه ما حضور دارند هنرپیشه شایسته تاجیکستان جمعخان سفرов. لطفاً بگویید که دوشنبه دیروز از امروز چی فرق دارد؟ سراول تشکر میگم با شما که مرا دعوت کردید و من هم که بسیار میخواستم که باره در برابر که در دیگر شبکه‌ها خیلی فعال اشتراک میکنم و باری اول در این شبکه هستم. تشکر بر شما. هر روز، هر لحظه، هر زمان در دوشنبه شهر یک تغییراتی هست. یعنی فکر میکنم و یک لحظه میاندیشم میبینم که اینقدر سوختن ها، اینقدر پیشروی، اینقدر بینوهای با حشمتی که در یک زمانی کوتاه یعنی قامت میافروزند با همین زیبایی شهر با یک زیبایی دیگر علاوه میکنن. این بسیار راحت بخش است. در حقیقت با باوری تام کامل میتوانم که دوشنبه شهر با تمام شهر پیشتر نیست. زیبا شده است، گلابشان بسیار هم زیبا شده است. یک لحظه علاوه میکنم همین چیز، هنوز شاید یک چند پیش و 6-7 ماه پیشتر یک دوستی هم سبق هم تلفن کرد که در همین شهرم یعنی نایه همدانی آمدم و در خانه باز یک دوستی هم سبق دیگر هم باید که بخیر. از بس که اونجا رو میدونستیم من گفتم که خیلی من بعدتر میرسم یا و تو رفته در اونجا منتظر همینطور. بعد چند تلفن کرد یه برادر من در همون کوچه میدونم خطا نکردم، جایی که قریب 15-20 بار یا شاید زیادتر اومدم اونجا خانه‌های بسیاری هست. من اویا که خطا نکردم اگر هم تو یک فکر کنی با یک نظر یک اندیشه سالم این بسیار یک راحت بخش است. با او خاطری که یعنی که بینید که در یک مدتی که او به خانه همین دوستش نامده است و بعد یک در بین 6-7 ماه الک همون خانه دوست نمیابد، چون که همون کوچه است که اینقدر بیناهای نو قدر فرض کردیم مغازه و دیگر سو همین نشانه همونی هست که دوشنبه شهر بسیار با تجربه بسیار با سرعت انکشاف یعنی پیشرفت کرده است، زیبا شده است و این چیز به واسطه با یک نقطه رفته میرسد. این از بسیار یک راهبری بسیار خوبی همون راهبری همون شهر از همون روزهای اولی که فرض کردیم محترم رستم امامعلی شهرداری رو به عهده داشتن، به عهده گرفتن، از همون روزهای اول میدیدن که بسیار قدم‌های استوار است. امروز ما همه رو به چشم میبینیم که دوشنبه با زحمت و تلاش‌های این مردان شریف، این مرد شریف چقدر زیبا شده است. و آینده بالکل باوری دارم که بیشتر روی دنیا میشه. و میتوان گفت که استقلالی کشور در سند شما نیست تکان داد و در این مرحله شما رشد یافتید. البته زیرا برای پیشرفت، برای احیا شدن یک آهنگ، یک الهام در کار است، یک ذوق، یک تکانی می شود که دست میزنی به اجرا کردن به بیان عمل. این قدر پیشروی و این قدر بینوهای حاجت، این قدر یعنی احیا شدن زواد و فابریکه ها، همه اینها بسیار راحت بخش هستند و همه الهام بخشند. اینا نه تنها عموما به اهل ادب، به اهل فرهنگ خواهی نخیم تاثیر میزنه. این روز ما میبینیم که وابسته به همه اینها چقدر اثرهای ایجاد کردن است، مثل شاعران نویسندگان ما و اهل فرهنگ باشد، چقدر اثرهای موسیقی، چقدر شعرها در وصف روغن فرض کردن در وصف وطن. امروز واقعا یکی از موضوعهای بسیار مهم روزمره است موضوع وطنداری که قریب در ایجادات همه هنرمندان هستند. همه الهام از همین شکوفایی وطن است. همین است که میبینن که
وطن روز به روز زیبا شده است و این الهام است و همه کس الهام بخش است این چیز و تاثیر خود رو میرساند. البته کشوری من ایدی میلاد اومده وسعتی توحید میلاد اومده وسعتی توحید میلاد اومده یک مرامی یک دلی یک کارگی درای امید میلاد اومده تاجیکستان این کو اقبالیت تبریک بود تاجیکستان صاحب استقلالیت تبریک بود تاجیکستان این کو اقبالیت تبریک بود تاجیکستان صاحب استقلالیت تبریک بود. فکر میکنم دلافروز اگر ما در مورد دستاوردها استقلال صحبت کنیم ساعت‌ها لازم میشه. البته مقصد اصلی برنامه میویم یعنی رو میاریم با هنر و مهارت هنرمند خوش‌صدا جمعخان سفر. طوری میدونیم سالهای زیاد است که شما با هنر زیبا و اصلی سرندگی سر و کار دارید. چی شد و چی بود که مثلا شما رو آوردید با ساحه هنر و هنرمندی؟ راستی گپ در یک محیط در یک خاندان در یک عائله با کمال رسیدم که همه اهل فرهنگ بودن. بخصوص شادروان پدرم که خیلی یعنی جمع آوردن قصه های خلقی را دوست می داشت و همزمان خود یک اسباب موسیقی داشت ستار که در لحظه های فراغت در اون لحظه هایی که بسیار یعنی در همون خاندان اهل عائله می نشستیم و او تنبورش را گرفتم همون قصه ها را می خوند. همه اینها تأثیری اولی بودند که یعنی مرا هدایت نمودند به همین دنیای بسیار قشنگ و بسیار زیبای هنر. البته بزرگوار گفته است که تربیت چیست؟ خاک رو زر کردن، قطره آب رو گوهر کردن. آفرین. دیگر همین محیط بود که شما کمال یافتید و جدای صنعت هنر رو انتخاب کرد. یعنی تربیت خیلی خوب در عائله سازگار بود. در حقیقت بسیار درک کردید محیط ما انهمی خیلی محیط بود. محیطی بود که پدرم غیر همه اینها باز همه هنرمندا را جمع میکردن در خانه ما. بعض صورتخوانی میشید، قصه خوانی میشید و من که در اون خیلی کوچک بودم همه اینها رو با چشمان خود میدیدم و همه اینها ذوق مرا بیدار میکردن. بخصوصا در همون دوره که من بسیار کوچک بودم غیر اونی که پدرم قصه خوانی میکرد و چند مصنف دیگر قصه خوانی میکرد، من هنرمند بسیار محبوب امروزه ملت، هنرمند خلقی تویستان دولتمند خالص در همون مکتبی که من تحصیل میکردم در همون این که چند سال از من بزرگتر بود و همون وقت هم باز بسیار خوب هنرنمایی میکرد. تقریبا سالهای 64 یا 65 در اون سال در دیه ما فقط همون نقطه برق در همون کسلخانه بود و پدر من که رئیس جماعت بودن در اون وقت و با ما هم اجازه داد ما هم یعنی من در همونجا به همون فیتو یعنی در اون فیتو یک صورتخوانی اودین نوشین بود شادروان و در دیگر تا جورابک نظری که من با همون ذوق کودکانه همون رو الک از خود کرده بودم، همون رو الک میدونستم و همه اینها تاثیر اون رو رسوندن که من به واسطه باید که هنرمند شوم. پس در این جوده استاد اولین شما کی بود؟ استاد اولین من استاد اودین نوشین، استاد عبدالله نظری، همه اینها یعنی من رو با عالم بسیار زیبای هنر شناساندم. توانستن که توجه ما رو بیدار کنند، توانستن که ذوق ما رو یعنی من احترام من پیدا شد، من دوست دارم مثلا، لیکن با اویی که یعنی تماما راه ما رو کلا دیگر کرد، یعنی حتما باید که یعنی صنعتکار شوم. این تاثیر هنری استاد جورابک نظری بود، چون که او رو بسیار دوست می داشتم، بسیار با کار و بارش غیر اوی که بسیار دانشمندی یعنی محتشم است. توانستم که خلاصه تا امروز او رو همچون استاد دوست دارم، احترام کنم. و اکنون معین شد که در محیط سازگار با ویر هستید، کمال یافتید و استاد شما کیست؟ و اکنون بگوید که سرودی که شما اولین بار سر دادید و شما رو مردم همچون هنرمند شناختن و گفتن که جمعخان سفرف میتواند که در آینده این جاده را انتخاب کند. یک از بهترین هنرمندان تاجیکستان شود.
اولین سروده که من پیشنهاد کردم از ثبت و همچون هنرمند مرا معرفی کرد و بسیاری ها تو امروز میدونن که این اولین سرود خوانده من است. یک سرود بود از روایت های حدیث قربانова. خانه که طفل باشد غصه در آن خانه نیست، خانه که طفل دارد غیبت بیگانه نیست. یک بار این سرود و بعد یک همون دو بیت‌های که ابوالقاسم لاهوتی ایدیل ایدیل، همینا اولین سرودهایی بودن که من حس کردم که یعنی مرا چون هنرمند محبوب گرداندم. اون خواندن‌های سرسری که پیشتر بود اونها در یاد نموندن. اون سرودهای کاملی که مرا همچون تئاتری که من کار میکردم، یعنی هم تئاتر موسیقی سماوی شهر کولوب، بسیار یک ترتیب معین کاری داشت. یعنی هر یک هنرمند در یک روز معین، در یک وقت معین همون مشق خود را میگذراند. دیگر هنرمندان این لحظه می توانستند هر کسی که اگر خواهش می داشت در این مشق یعنی اشتراک میکرد، دیگرها می برآمدند. و من همین سرود راستی گپ در معرکه ها هم که می خواندم و همین با من بسیار مقبول بود که همین روی صحنه برآورم و همین طور در همون روز معینی که باید من مشق میکردم، یعنی هنگام مشق کردن وقتی که ما مشق میکردیم دیدم خانم سریا با یک گروه هنرمندان میگذارد و او سرودخوانی ما رو توجه کرد و واردی همون اتاق مشق‌ها گشتید و گفت که گوش کرد همین سرود چی میشه که ما بخونم. من گفتم که بسیار خوب میشود، که با خوبتر میشود که اگر هر ما بخونیم در یک جایی. از بس که همین سرود از یک نوت میگویند، از یک همون جای سر میشود، از همون یک نوت است که بسیار نازک است، بسیار نازک است. یعنی هر خیل آواز در همین جا در همین نوت با همین سرود موافق نمیاد. برای همین یک بار سنجیدیم، هم در نقطه بلندی آواز و هم در نقطه پستی، یعنی که بسیار خوب اومد و همه مردمی که در همون جا بودن و چند هنرمند که در جا همه یعنی گفتن که خوب میشود که یعنی وقتی یک جای بخوریم و بسیار بدیه خوب شود و همینطور همین بدیه ایجاد شد و مردم بسیار هم خوب قبول کردن. قبول دارم و حتی یک چیز من یک چیز انتخاب میکنم که خواندنایی که فرض کنیم گفتم که مال افغان است، همون خواندن امروز هم هست، همون ثبت قدی هست. یکی خواندن‌های ما یعنی همین بدیهی ما فکر می‌کنم موفق تر شد، یعنی بیشتر محبوبیت پیدا کرد. ترانه دیگر شما متوجه شدم، ترانه نام داشت شیشته به باغ. شما در یک صحنه آن رو سر بدید. عجیب اون بود که دو یک بلند یک شما دو نفر سر. البته شاید که آخرام برآمد من همون کنسرتی که سال 2001 داشتم در همونجا بود. در همونجا هم راستی گپ کمتر دیرتر آمد. وقتی که همون الک همون سرود اعلام کردم بعد اومد در همونجا هم همون یک میکروفون خدی خواندیم. دو نفر از همون یعنی در تمام کنسرت‌هایی که در کوچه‌ای که میشید یاد ندارم اون هنرمند یعنی همون آقای بنگالی همون ربا نوازی احمد ظاهر یک تکلیف استاد به یک تکلیف کرد که چی میشد که همین سرود فرض کردیم یک جایی بخونیم، یعنی مشترک شود ده هنرمند از ما ده هنرمند از شما و همینطور همین سرود با او خاطره که او این گفتم که تکلیف خود بود چون که این سرود علاقه او میدونست شنویدگی و همین خاطر من یک ربایی من خواندم، یک ربایی خانم فرشته، یک ربایی خانم حیات ها خواندن، یک ربایی آقای محمد شریف. هرچند راستی گپ در همون کلوب در همون جا هر چندی که مشق کردیم راستی گپ همین چیز تیار نشد برای صحنه بر اومدن که ما همین را مشترک 4 نفره اجرا کنیم و بعدتر باز استاد تکلیف کردن که خوب که هر یعنی 2 نفر اجرا کنیم و همین چیز من با علم دیدی خیانت نکردم و خانم سریا از زمره او دوستانی هستن، از اون زمره او رفیقانی هستن که در برای او خیانت نمی‌کنند. تو هنر راهنمای شما
دستگیر شما و مهمتر از همه متکای قلب شما کی بود؟ از اول در همین کار هیچگاه تنها نموندم. پیش از آنکه به دنیای هنر قدم گذارم من چند سال یعنی آموزگار هم بودم. 2 سال در سرخوز ترکمنستان ناحیه بخش کار کردم، 2 سال دیگر معلم زبان رو در ناحیه کلاب کار کردم و بعدتر با دعوت دوستان با تئاتر فلخور گذاشتیم کار کردیم 2 سال درجه. بعدتر با دعوت راهبریت همون وقتی تئاتر موسیقی مسکوی در شهر کلاب یعنی با ابتکاری هم سروران همون لحظه من با تئاتر کلاب با کار اومدم. با او خاطر هیچگاه توانا نبودم و همیشه مرا دست میگرفتم چون که بسیار یک محیط بزرگی بود. با او خاطر یک محیط بزرگ بود که در این محیط بهترین الیت‌های صنعت تاجیک فعالیت میکردند. از جمله شادروان استاد آدینه باشیم، سرایای قاسم، فاطمه تورایوا، عدالت کاملова. قریب 10-15 نفر هنرمندانی بودند که هر کدام او در علایدگی یک مقام خود را داشتند، یک محبوبیت داشتند. از هر کدام آنها یک چیز آموخته باشم این خیلی است و بیشک من از این محیط بسیار آموختم. هم فهم موسیقی آموختم از استاد دولتمند خال که دنیای عالم موسیقیش خیلی فراخ است، هم عالم معنی آموختم از استاد آدینه هاشم، از میرزا وطن میرف، از مثال دیگران هنرمندانی که و بواسطه به معنی سر و کار داشتن. و بعدتر وقتی که بعد شنبه اومدم در اینجا بود در یک محیطی بودم که یعنی مهربانی های ظفر ناظم همیشه یعنی به من میرسید میدیدم و زیاد یعنی هیچگاه در همین خیال در نیمرو در یک اندیشه نموندم که همین لحظه چیکار کردن در کار. همیشه یک دستور داشتم برای پیشروی. تاجیکستان وطنم جان وطنم ملکی شیران و دلیران وطنم تاجیکستان وطنم جان وطنم ملکی شیران و دلیران وطنم گردی خاک تو به از گنج جهان جاویدان عمر تو ای عالم جان شرف و نام و مقام تو بلند با کتاب و پرچم و تاج و نشان شرف و نام و مقام تو بلند با کتاب و پرچم و تاج و نشان تاجیکستان وطنم جان وطنم ملکی شیران و دلیران وطنم تاجیکستان وطنم جان وطنم ملکی شیران و دلیران وطنم. بیرون از کشور نیز سفرهای هنری داشته؟ البته هنگامی که در همون تئاتر موسیقی مسکوی شهر کلوب کار میکردیم سفر هنریمون خیلی زیاد و منگولیا و لاوس تا لاوس رفتن ما تونستیم که از ویتنام، از بیرما، از بامبی یعنی از همه اینجا یعنی امکانات فرصت یافتیم که همه اینجا رو تماشا کنیم و بعدتر باز همون سفر خاطرمون همین سفری بود که قریب تا 15 روز در
یعنی افغانستان بودیم، سفر هنر داشتیم در مزار شریف و در خود کابل که در یک حالتی بود که در اونجا حالت فوق‌العاده قرار داشت. لیکن به هر حال مردم چگونه قبول کردن؟ مردم فکر میکردم که شاید همون بهترین همون کنسرت همون کنسرت ها بودن. زیرا من از یک چیز بسیار خوشم آمد از تماشابین همان وقته اول که فرض کردیم که یگان شهد میخوندیم که یگان سرود را اگر اجرا میکردیم و اگر همون در همون سرود خوندن و یگان معنی بلند رو در میافتند برای احترام همون میسره ها کوتاه قرصن دادن که بعد دوام خرن شد. همین چیز برای من بسیار خوش بود و همیشه کوشش میکردم که انا همین گونه احترام مردم از سازوار باشم. خب میگفتید که به نظر شما برای هنرمند، برای سراینده عموما داشتن معلومات موسیقی ضرور است یا نه؟ بعضی ها میگویند که نه. همین طرح یک اندیشه کنی همین گپی شما هست، یعنی که همین داشتن یعنی حجت سرایندگی در دیوم یک موضوع و استعداد یک موضوع دیگر. چون که هر کس میتواند که با اندک کوشش انا همون صاحب همون دیپلم شود. همه گونه که یک توجه داره، لیکن همه گونه آدم توجه داشتگی و همه گونه آدم میخواستگی هنرمندی اصیل شدن نمیتواند. چرا ما وقتی آخر شما را در صحنه‌های هنر کمتر می‌بینیم؟ این درست است و یا که ما خطا مشاهده میکنیم؟ راست دیگه هر جایی که تکلیف کردن، هر جایی که گفتن نگفتم احترامشون را با جا آوردم. در هر صورت اگه با تمام این نیست که من این قریب شاید که طی سال‌ها یا که ماه‌های زیادی باشد روی سر نبرآمده باشم. برآمد دارم ولی زیادتر امروز با یک چیز توجه دارم. میبینم که خب مثال توجه مردم به رادیو و تلویزیون هم هست ولی زیادتر مردم با شبکه‌های اینترنتی توجه دارن و در اونجا همه چیز رو دسترس میکنن و برای من یک چیز خوشتر است در اونجا که با همون مخلصا به واسطه میتونی که یعنی فکر و عقیده هاشون رو بفهمی و این چیز البته در اونجا مصلحت میدن، بعضی بسیار مصلحت های خوب هم میدن. اما ما فکر عقیده های نفران را در مورد شما شنیدیم بسیار هم خوب است. بعضی هنرمندان را چون سخنها میگویند که ولی در مورد شما سخنهای راست دیگه تنها خوب است. او یکی من همین چیزها رو فرض کنم یعنی به همین پیشنهاد میکنم به همین شما من این کار نمیکنم و این کار از من میکنن و راست دیگه تا امروز یک ترس یک خوفی هست که شاید یا راست دیگه من بسیار میترسم، بسیار نازک هستم و بسیار کوشش میکنم که در هر جایی که باشد یعنی کاری کنم که با گپی بعد یگون کاری نکنم که باعث شود به گفتن یا برای همیشه نه که در خیلی که شما گفتید در حقیقت تا امروز یگون گپی نه خدا کنه که هیچ گفت برای همین کوشش میکنم که همون چیزای خوب همون چیزایی که درخواست میکنن همون چیزا پیشکششون شود و همین صورت قبول میکنن و درباره هر یک سرود علاوه محکمران میکنن. این به من بسیار پسند است. تا نفس با تیز گل پرور شوه خوش دل و خوش رو برناتر شوه هر سحر در شبنمی گلهای تن روی مال دو سر و پاتر شوه چون پدرها در قدم گاهی بیان هر قدم از خشمان یادگار. در یک جایی با دلافروز ما سوالهای مخصوصی آماده کردیم و میخواستیم که به این سوالهای ما پاسخی عمیق خود دقیق و باز هم مشخص پیشنهاد کنیم. آیا شما باری هم از پیشه انتخاب کرده اتون پشیمان شده اید یا نه؟ فکر میکنم که من حق ندارم برای پشیمان شدم. نه اول اینکه نشدم چون که من این هنر رو بسیار دوست میدارم و او خاطر دوست میدارم که وقتی که مردم میگه که من همین سرود خواندی بسیار راحت کردم
میگن که هر کسی را بر کار ساختن بله. میری او رو در دلش انداختن. خداوند همین هنر را برای من از آن داده است و وظیفه ما آن است که انا همین داد خدا را باید من حفظ کنم، باید احترام کنم، باید سعی قلبتم که یعنی بتونم که توسط همین هنرم همیشه یک راحت آورده بتونم به تن جان مردم. برای خود وقتی مدامی که این کسب انتخاب کرده ما این هنر ما همین گونه هنر باشد، پس من چیگه میتوانم که پشیمانی داشته باشم. هیچگاه پشیمان نشدم. میگفتید که امروز جمعه سفرов از چی میترسد؟ من میگم از دیر کردن برنامه با برنامه تلویزیونی در میگم میترسد. از راست گپ از این سن من در زندگی از یک چیز میترسم، از خیانت نزدیکترین آدم، از خیانت دوست میترسم. زیرا در زندگی علاکه به این چیز واخوردم، درد سوزی احساس کردم و هیچ گونه نمیخواهم که دوست به دوست خیانت کنم. من یک چیز میخوام که همین آدما یکدیگر را بخشیده بتونن. چون که بخشیده توانستن این یک بهترین یراقی است که همیشه از همه چیز یکی از فضیلت‌های انسانی است. بهترین فضیلت انسانی و بله. بهترین انسانی است که بخشیده میتواند. چون که با حضرت بدین میگه که نه تار عمر محکم و نه تار دوستی. تار دوستی هم مثل رشته عمر آدمیزاد بسیار نازک است، هست نیست. یعنی که اگر امروز ما با اندک کاری از دوست برنجیم، یعنی که همین رشته دوستی باید کنده نشود. همین برای همین کنده نشود، برای که کنده نشود باید که ما بخشیده بتونیم. شاید بینندگان از این گفته‌ها در حیرت باشند که جمعه سفر نتونه ترانه‌های تاجیکانه این چیز با دیگر زبان‌ها مخصوصا با سرودهای هندی خیلی محبوب و مشهور گردیده بود. آیا این درست است؟ زمانی بود که مردم به این چیز توجه زیاد داشتن، با تماشای فیلم‌های هندی و با خواندن سرودهای هندی و در همون زمان‌ها در دل شما یک شعله فروزان گردید بود و بهترین هنرمندا هم میخوندن. کرامت‌الله قربان بخصوص بسیار خوب میخوندن. صدایش یعنی همون لحنش همون لحن هندی ده بسیار موافق بود و چند سرود میخوند همون زمان. باز بغیر او بودن هنرمندایی که میدیدم که میخوندن، حتی در صحنه میخوندم. من هنرمندی که در اون زمان هنوز بسیار کوچک بودم و هم با یک ذوق بچگانه فرض کردیم هر چیزی که پیش می اومد قبول میکردم و ضرور میخوندم و من هم همین هنر هم قبول کردم و من هم چند سرودها میخوندم. و شما فکر کردید چرا من نمیتوانم؟ من نمیتوانم. یعنی که در همین جودا من هم یک هنرنمایی، یک قوازمایی کردم. از کدام فیلم گرفتید اولین سرود هندی خودتان؟ البته البوم و چیز رازه از بس که همین پرچه خیلی زیاد میخوندم، فکر میکنم که از همه فیلم ها هندی میخوندم. پرچه گرفتید در مجموع شد سرود دلپسند. همون لحظه ها جمعه سفرov که حالا سرودها با نام پوپوری مشهور است، اون لحظه ها مشهور کردن. بسیار میخوندیم راستی گفت. در حقیقت همین که سرودها بسیار زیادتر در معرکه در توی‌ها ذوق مردم رو همیشه به نوبت میگرفتیم، چون که او در هر یک لحظه اومگیشون یک گپ یا یک اندیشه یک سرود میگفتن میگذاشتن. همه ما خروسمون رو برآورده، یعنی که همون برنامه‌مون همون سودخونیمون بر رفت معرکه موافق میکنیم، با ذوق همین مردم موافق میکنیم، توی که همون چند مدتی که ما خرسندی کنیم برای همه ما خاطرمان باشه. و کی رو با افتخار میتوانید بگویید که انا همه شاگرد من است؟ من شاگردانی زیاد ندارم. راست گپ افتخار میکنم با مکتب هنری استاد آدینه آشین
که خیلی یعنی صاحب مکتب است و خیلی شاگردان زیادی دارد ولی متاسفانه برای هم میگن که تو صاحب مکتبی ولی شاگردان زیاد نداره که همون تقریبا چقدر هستن؟ ظفر ایوبی اولین شاگردی من ظفر ایوبی و بعد شادروان رستم قاسم که بسیار آواز خوب داشت و با تمام سرودای هندی را همین رستم جان میخوان و بسیار خوب میخوان چون که لحنش بسیار شیرین بود و شیرعلی سفرов از نوع فرخار که امروز در یک نوعی کشور مدیر شورای مدت و عهده دارد. خلاصه چند نفره که هستن 4-5 نفره که هستن که من میدونم که یعنی به هنر من توجه دارم و خود رو شاگردان من میشمارم. پس اکنون بگویید که شماره سرودهایتان چقدر است؟ میتواند بگویید؟ شمارهشان چنان زیاد است که زیاد مثل شعر رو برشمردم 13,000 نه که همه بیشمارم در نظرم که بیشمار این طریق شماریدن نمیشه چون که من قریب همه او سرودهایی را که مردم توجه کردن و حتی مال من هم نبود من او چیزا خواندم بیشمار خواندم با وجود به نمونه عالی بهترین هنرمندان توجه دارم و از همه اونها خواندم از ایجادیات استاد عادل از ظفر ناظم بخصوص از دولتمند خال خیلی زیاد یعنی هر او سرودی که پسند میآید به من و میدونم که این به لحن من موافق است من این زیر خواندم برای همین من بیشمار خواندم. دلافروز بیشتر معلومات دقیق رو دوست می‌دارد یعنی فکت رو دوست می‌دارد و خواست که دقیقاً بداند که شماره سرودهایتان چقدر است. متاسفانه شماره ما چه گفتن نمیشه. خیلی زیاده. مثلا شخصی که مثلا استعداد دارد یعنی استعداد سرایندگی بر علا برآمده میتواند او در مد اول برای سراینده خوب شدن در مد اول باید چی رو داند یعنی با کدام کارها باید دست زند از نگاه شما همچون استاد چی مسئولیت ها میدید شما؟ کدام نازکی ها را پر از خود نماید چون که این لحظه ها نفران زیاد خوب با مشکلی ها روبرو میشن همین خیلی نبوده ولی بله باز میخوان که هنرمند کسبی شن و در این جهت موفق شن. حضرت صاحب میگه که سیل به رهبر به دریا میرساند خویش را ذوق در هر جا که باشد رهبری در کار نیست. اولا اینکه باید که هنرمند اوی که هنرمند شده باید که یک ذوق داشته باشد ذوق داشته باشد که یعنی ذوق زحمت کشیدن جستن اول ذوق بعد باید که هنرمند ایجادکار باشد. بسیار هنرمندان هستند که هر یک سرود که پیشنهاد میکنی بسیار عالی اجرا میکنن یعنی که بسیار اجرا کننده عالی ان خوبن اما شاید که صاحب مال خودش صاحب ایجاد خودش نباشد. هنر هم باید که دویم چون چشمه یعنی خیلی جوش زند چون فواره باید که همیشه ایجاد باشد همیشه وقتی که همین ذوق باشد و همین کوشش تلاش باشد نوجویا خودش شیدن میگن چون که میگن همین خواستن توانستن در عائله شما باید شما فرض کنید فرزندانتون اینجا داره انتخاب کردن و میخواید که اونها هنرمند شوند. فرزندان ما همان توجه دارن و حتی فرزند کلانیم در همون انسمبل قدرتی که چندی سال من رهبریش رو به عهده داشتم امروز در همونجا کار میکنه رهبری اون رو به عهده دارد بسیار ذوق بلند دارد فهمیش بلند موسیقی دارد اما متاسفانه شاید من نخواستم که چون هنرمند روی صحنه بیاید چون که برای من مهم یک چیز است هنرمند باید که هنری باشد که به یک جا رسوندت بود هنر نه که زوری بیهوده میان میشه کنه زحمت و کوشش بسیاری میکنی ولی موفق نمیشه. شما در بالا تاکید کردید که اگر ذوق باشد هوس باشد پس اون کس میتواند که مثلا ولی من راست میگم فرزندان توجه بسیار دارم. شانی وطن ننگ ناموسی شما باشد نگهبانی وطن ننگ ناموسی شما باشد نگهبانی وطن در نبردی خود شناسی آرام مشعل کنید در نبردی خود شناسی آرام مشعل کنید
سروده که شما را بیشتر میونی مخلصونتان معرفی کرد، این سرود نام دارد اوچه جان. همین ترانه اوچه جان با قلم شاعری محبوب و شناخته کشورمون خیراندیش تعلق دارد. اگر امکانیت باشد برای ما، برای بینندگان تلویزیون دوشنبه که این لحظه ما رو تماشا دارند، یک پارچه از همان سرودی ای اوچه جان زمزمه می نمودید و همزمان در مورد تولید این سرود چند سخنی میگویید؟ سوالها الله که مشخص نشدن، از مشخصات بیرون برآمدن. ای اوچه جان گیردی دسترخوانت، ما جمع شویم جمله فرزندانت، ما جمع شویم خاطرت جمع شوند، در بشوند پاره های جانت ای اوچه جان. اوچه جان غمی تو در جان من است، غمنامه تو سرودی وجدانی من است، یک علی تو هزار مدحیه من، یک دردی تو 100,000 افغانی من است ای اوچه جان. درباره این سرود اندیشم همین است که یک تاریخی دارد، یک قصه است. راستی گپ بعد اونی که مادر از دنیا گذشتن خود رو قدردان شمردم و وظیفه‌دار کردم که باید یک کاری کرده توانم، یک سرود یقینا بیافرم، یک سرود ایجاد شود. یعنی این درد شما بود؟ بله، و با بالای همه این یک تقاضی داشتم. همون تقاضیم در همون روز جنازه بسیار، من که مجاری گپ زدن حتی آواز برآوردن نشدم، مرا بسیار سر گرفت که خیسته باید که یگان سرود بخونی، یگان ربایی، یگان سپه بخونی. من در همون لحظه من گفتم که من چیکار کردن نمیتونم و اون طعنه کرد که برای چی خال دولت با برادراش میتوند، استاد قربان زردک میتوند، تو نمیتونی. خیلی در حقیقت من میدونستم که استاد خال دولت با برادرانش همین گونه یعنی در همون مراسم های ماتمیشون همین گونه سرودخوانی میکنن و میدونستم که در برابر اون که در همین ماتم زنها میگریستن، یعنی بعضی زنهای بودن که گویا که اما راهنمایی میکردن، پیشروی میکردن، بسیار مردها هم همین کار میکردن توسط سرودخوانیشون. ولی من نتوانستم در آوردن و همین چیز قدرت در دل مون بسیار کوشش کردم، بسیار گفتم که یک متن موافق بیایم که همون درد من در همونجا تجسم یافته باشد. متاسفانه ایسا پیدا نکردم و بدتر در همین اطراف یک میسه اول که سر می شود همین سرود اوچه جان که ای اوچه جان، اوچه جان، اوچه جان و باز تاکیدن ای اوچه جان. انا همین اطراف همین یک میسه من همون تمام درد سوز و چیزی که بود در همین آهنگ، یعنی آهنگ ایجاد شد ولی متن نیست. و بدتر چیزی که شما گفتین قلم خیراندیش داره، در حقیقت این شعر استاد خیراندیش است و نکته نماند. من گرچه که در بسیار برآمده هم گفتم و باز یک بار دیگر برای بینندگان تلویزیون دوشنبه میگویم، ما با استاد خیراندیش در یک دهه تولد شده ایم. این چند سالی از من کوچکتر است. اساسش همین که مادران ما هر دوش هم از کودکی هر دو دوگانه در یک صنف یک داخل شدن، صنف در تمام کردن در یک جا و یک دوره در همون قشلاق باز دو برادر گرفتن و از هم اساسش همین که اومده در اخیر عمر با یک درد، با یک کسل از دنیا گذشتن. همین صورت ما به نظر گرفته با استاد خیراندیش مراجعت کردم. البته که ما بسیار نزدیکیم، تیز و میخوایم تلفنی گپ بزنیم. گپ رو دیگر خیر سر کردم و گفتم که خیراندیش
من میدونم که مادر تو زیاده 8 ماه کسل بود و تو بیمارداری کردی و تیست میدونم که رفتی. من گفتم که همین خیلی فرصت، همین خیلی لحظه بود که در بالای سر مادری، مادر از درد زیاد، یعنی از درد میپیچد، فقط اوچه میگه. همین خیلی لحظه را شاهدی، یعنی بگم بار شاهد بدی و حتی استاد کم تر خفه هم شدن که مادر چیزی که فرض که میکنه و گفتم که انا همون نباشد، انا همین دردم آدم است. و در حقیقت استاد خیراندیش فرد اون روز 3 بند نویسوندن با من روان کردن. وقتی که من خوندم و استاد تاکید کردن که بیگاه یا که فردا باز واریانت دیون رو پیشنهاد میکنم و وقتی که من این واریانت رو خوندم تلفن کردم گفتم که خیراندیش دیگر یگان واریانت در کار نیست، چون که واریانتی اساسی هم چیزی که در کار بود نیافتم و همطور تولید شد همین سرود. وقتی که ما سرود ثبت کردیم در همین استودیوی رادیو، بعد اون که ثبت تمام شده و ما یک لحظه استودیو همین سرود گوش کردیم، در همینجا اکای اسمت الله گفتن که بسیار خوب میشید که اگر همین پیش از همین سرود یک شعر باشد، یک از بخوریم شعر. و در همون وقت همون کتابچه جان و پدر و مادر از یاد مبر همین استاد ایوب زاده مازون در استمد، همون وقتی که صفحه یکم هم یک شد، در همون صفحه یکم در همون قسم سرخان در همون ای اوچه جان گیردی دسترخوانت، ما جمع شویم جمله فرزندانت، ما جمع شویم خاطر جمع شوند در بی شوند پرای جان. این از زمره همون روبایت دو بیتی‌های بودن که من برای من شناس بودم، چون که ما با استاد ایوب زاده مازون هم سبق هستیم. هنوز در همون آوار دانشجویی من میدونستم که او زیاده از 150 تا 200 همتر دو بیتی‌اف با نام اوچه جان نویسنده بود و بعدتر همین کتاب را نشر کرد و در اونجا همش مادر جان. ولی من که بشم در همون لحظه ما هم در همونجا ایستاده دیگر وقت رو کشاندیم و از همون 2 شهری که خواندم اینها از استاد ایوب زاده هم و همینطور یعنی که شاید سرود را پرا کرد و همین سرود تولید و خوشبختانه خیلی محبوبیت هم پیدا کرد. ای اوچای جان، اوچای جان، اوچای جان، اوچای جان، ای اوچای نخورده و نادیده جهان، اوچای جان، افگار و خراب و خوابی و خور و خزانه، این سینه بنال سوخت، این جان بفیغان و چای جان. در آینده چی نقشه های دیگری در روی دست دارید؟ زندگانی راحتش در ابتدا و انتهاست، یا لحجه فراغت یا کنار مادر است. مقصد از آدم است که آدمیزاد تا وقتی که جان در بدن است، تا وقتی که توان هست باید که در جنبش باید جهد کند، کوشش کند. بخصوص برای هنرمندان توقف کردن، یک لحظه استراحت کردن، همه اینها طرف منفی کار است، چون که در این کار در این جاده استراحت دنبیریونه، یعنی همیشه، چون که کار ایجاد یک چیزی است که دائم در اندیشه، در یک لحظه که هیچ گمان با دیدن یا که با یک شنیدن یا با دیدن یک حادثه یک چیز پیدا می شود. یعنی تا هر وقت کوشش کنی که این ما حاضر من میخیزم کاری میکنم، میخیزی هیچ کار کردن نمیتونی، چون که برای همه کار اجرا کردن لحظه الهام در کاره. مادامی که هر وقت هیچ کار کردن نمیتونی و تصادف همیشه برای تو یعنی یاردم میکند، یک تصادفی، یعنی باید همیشه در جنبش باشه، باید در کافتگاه باشه، چون که چخیلی که لایق همه میگه چراغ مرده رو تابندگی نیست. یعنی که هنر وقتی که حرکت نمیکند الکی گیو که همون لحظه، یعنی من فکر میکنم که این مرگ هنرمند است. تشکر زیاد برای اون که دعوت ما رو پذیرفتید و یک صحبت خیلی هم فکر میکنم که آزاد و خوب نیز بود. امیدوارم صحبت اولین و آخرین ما نمیشد و در آینده باز در برنامه دیگری ما شرکت می‌کنیم.
و اینک بینندگان گرامی بار دیگر خودشیرسا می‌نماییم که صحبت داشتیم با هنرپیشه شایسته تاجیکستان جمعه‌خان سفرов. اینجا برنامه ما به آخر نمیرسد، زیرا برنامه دیگر تلویزیون دوشنبه ادامه دارد. با ما باشید. ما را همراهید. علی سامان روحی پاک از زنده است، تاجیکستان دولتت پاینده است، تاجیکستان دولتت پاینده است. با سرودی ملت آید روزی نو، حالی روزی نو غمی آینده است. تاجیکستان اینکو اقبالیت تبریک باد، تاجیکستان صاحب استقلالیت تبریک باد، تاجیکستان اینکو اقبالیت تبریک باد، تاجیکستان صاحب استقلالیت تبریک باد. تاجیکستان